خب دستگاه کولاژن هستش. ما یه دکمه‌ای داره که از پشت روشن میکنیم و دستگاه به این حالت در میاد که ران داره. من نور صفحه رو کم کنم. که ران داره. ما میخوایم شروع کنیم، رانو میزنیم و 3 تا هند پیس داره. هند پیس RF و هند پیس اولتراسونیک و هند پیس کولاژن RFش هم تیلیپورال هستش و اولتراسونیک. خب برای اینکه کار رو شروع کنیم، ما اولین خیلی ویدیوهای دیدیم که شروعش با RF هستش و خیلی ویدیوها دیدیم که شروعش با دستگاه کولاژن هستش. جفتش میشه انجام بدید، اما خیلی ها میگن که اول RF رو انجام ندید چون پوست گرم میشه و بخوایم کولاژن کنید لایه برداری میشه، و خیلی ها هم میگن که RF رو آخر انجام ندید چون کولاژن کردیم لایه برداری شده و RF میاد بدترش میکنه. خب من میگم که شروعتون با RF باشه که پوست صاف بشه و بعدش کولاژن و اولتراسونیک. خب الان ما RF همون تیلیپولار هستش، میزنیم رو تیلیپولار. فیس رفتش داخل. فیس، نک، دکولته، هند یعنی صورت، گردن، دکولته و دست. خب حالا مثال من دست رو انتخاب میکنم. کم داریم، متوسط و زیاد. خب حالا ما اول شروع که میخوایم برای مشتری کنیم، مخصوصا صورت، اول از کم شروع میکنیم و درجهشو میذاریم روی 40 یا 60. با اینها میره درجهش اضافه میشه، مثلا 50 نهایتا، و میره رو مدیوم و نهایتا درجهش تا فکر کنم 80 باید باشه که برای جلسه های دوم و سوم استفاده میکنیم که من برای مشتریام از اول از مدیوم استفاده میکنم. مدیومو که استفاده میکنم میذارمش رو اگه اولین جلسهش بازه میذارم رو 40 یا 50 و درجهش هم میذارم 8 تا 10 دقیقه و ببخشید اشتباه گفتم، میذارم روی 15 تا 25 دقیقه. و اگر RF میخواستن انجام بدن، یعنی فقط RF میخواستن انجام بدن، خب اگر فقط میخواستن RF انجام بدن، من میام چی کار میکنم؟ یعنی RF تراپی، جلسه RF و پکیج RF، میام درجهشو اگر اولین جلسهش رو مدیوم 40 یا 50 بستگی داره به پوست مشتری. یه پوست نازک هستش، یه پوستی ضخیم هست. اگر پوستی نازک هست متوجه میشی سفید، حساس، رگاش مشخصه، 40 یا 50 بیشتر نمیذاریم. و اگر فقط میخواست پکیج RF برداره 20 تا 40 دقیقه میذاریم. اگر میخواید 40 دقیقه کار کنیم پس حتما اینو 40 بذارید درجه رو. و حالا مثال ما با 60 رفتیم جلو. من چون برای دستم از و چند بار انجام دادم میخوام بذارمش رو 80، اما وقتی میذارید روی 80 حتما دقت کنید که روی یک جا اینو قرار ندید چون دست میسوزه و آسیب میبینه. خب پس اول ما میخوایم RF انجام بدیم، RF دست روی 80 گذاشتم. حالا من چون میخوام نشونتون بدم میذارم رو 2 دقیقه درجهشو. گفتم که اگر فقط پکیج RF برداشته بود بیشتر انجام میدیم. و ژل فقط باید برای RF از ژل سونوگرافی یا ژل سونوگرافی استفاده کنیم. اصلا از هیدرودرمی یا از اینا و هایلایت استفاده نمی کنیم. حالا چرا؟ RF برای جذب نیستش، RF برای جذب مواد آبرسان نیست، چون با این گرمایی که تولید میکنه ممکنه محتوای داخل آبرسان رو تغییر بده و اصلا برعکس عمل کنه. پس حتما باید ژلایی استفاده کنیم مقاوم با RF باشه. خب ما میایم ژلمون رو اکتیو میکنیم رو دستمون. من دارم ژل رو دستم میزنم که بهتون نشون بدم
و رو 80 گذاشتم. حالا چیکار میکنم؟ ببینم درسته فیلم. خب ران میزنم و دستگاه یه دکمه داره که من اونو میزنم، دوباره میزنم، شروع میکنه. اینجا نشون میده و من تصویر مشخص هست. خب به حالت دورانی من روی دست میکشم، اصلا یک جا نگه نمیدارم. حالا اگر شما درجاتون رو 40 بود یا 50 بود، اگر رو درجاتون روی 40 یا 50 بود نباید سریع انجام بدید، چون خود گرمای دستگاه کم هستش. ما این حالتی اگر 40 یا 50 بود، میبینید چقدر یواش، چون گرمای هندپیس کمه. خب و کم کم هم RF گرم میشه و گرما رو ایجاد میکنه. اما اگه 80 بود و روی آخرین درجه بود، ما به حالت دورانی تند انجام میدیم. و برای مشتری حتما دقت کنید که ازش بپرسید که احساس سوزش نداره، احساس گرما نداره. اگر احساس گرما داره، ببینید وقتی این قرمز میشه، میبینید مشخص هستش، وقتی این قرمز میشه یا آبی میشه، شما باید دقت کنید که گرما رو دستتون قرار ندید، چون داغه دستگاه. پس اینجوری دورانی میایم و میکشیم. خب میایم دورانی رو دستگاه میکشیم. وقتی قرمز شده پس یعنی دستگاه داغ هستش. داغ به اون صورت نیستش که حالا دست بسوزه، مخصوصا دست، چون دست خب ضخیم تره، باید برای صورت و دکولته و گردن خیلی دقت کنید. دست چون پوستش ضخیم تره، حالا مثلا من الان نگه میدارم اینجا، دستم نمیسوزه، اما باید حالت دورانی بکشید. خب این از RF.